ببین برای جایزه چی خریدم. وای از این نودل 1 میلیونیاست. نه 590,000 خریدم. تخفیف خورده جدیدن. آره. نه روش نوشته سلف هیتینگ هات پات، یعنی خودش رو داغ میکنه. تو که قبلا 100 بار اینا خوردی چرا تعجب میکنی؟ من خفن تر از اینو خوردم. آها برای من آشغالشو میخری. نه 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 معمولیا و ارزوناشو برای من میخری. آقا اجازه بده اینو نداشت. حلال. اینا حلال نبود، نزدیک بود مشکل ساز بشه. یه دونه این بسته، یه دونه سس، یه دونه چاپستیک، یه قاشق، یه نودل. از این نودل اینجوریا خوشم نمیاد. چه من انجام بدم همه رو؟ آره. من میرم بیرون پس. نه. همین الان انقدر تو کادری منو کلا از کادر انداختی بیرون. منو بنداز بیرون، اصلا این خونه بنداز بیرون. دوربین مال تو، های خونه مال تو، همه رو تو استفاده کن. خودت مال منی. این نودلشه دوستان، شکل سیم ظرفشویی سفیده. اینو واکنم. این میوه هاشن. فکر کنم نیلوفر آبیه. واکن دیگه. چرا نمیتونی باز کن؟ نمیخواد جلو بچه‌ها. بیا. نیلوفر آبی، هویج و جلبک. نیلوفر آبی چه کوفتیه؟ یه چیزی مثل سیب زمینیه. نه. بکن. غذا سگ میده. اینم فلفله. این چیه؟ این در واقع چغندره. بچه‌ها نخور، این دکوره، همون یه دونه بود. سسو بیا شما بریز. نمیتونی خب بده به من. خوندی ماجرا. واقعا تنده؟ بوی تندی میاد. اون آپشن خودداغ شونده اینه بچه‌ها. شما یه بار باید روی این آب بریزی. واو. این آبو به جوش میاره. این یارو رو پرت میکنی این تو، روش آب میریزی، بعد صبر میکنی جوش میکنه آبو. چقدر طول میکشه؟ 5-6 دقیقه. ایوا خاک به سرم. بخار. آبو جوش کرد. حالا اینو میذاریم این رو. چقدر هیجان انگیز. اینم میذاریم این تو. حالا باید 15 دقیقه صبر کنیم. نه. توی این 15 دقیقه بیا چاپستیک تو باز کنیم. چقدر بی‌کیفیته. ای وای. من تدبیر اندیشیده بودم و چاپستیک با کیفیت برات آوردم. اینم برای اینکه همش بزنی. کاملا آب رو به جوش آورده و دست من این پایین داره میسوزه. بیا با هم بجنگیم. نکن خود تو صورتم. خب باید خودت دفاع کنی. اگه میرم تو چشم چی؟ بچه‌ها آماده است. در بیرون شام سفارش بدیم. زشته. بده من. بعد هم میزنی. ببین اینجوری میپیچونی. داری میپاچونی تمام زندگی رو. ببین چیکار کردم. زحمت کشیدم براش. چقدر اون چیز سبز خوشمزه است، بخور. مطمئنم بعد مزه هم خواهد بشم. نه. مزه سوپیو میده که مامان بزرگت درست کرده باشه. اصلا وایب غذای کره‌ای رو ازش نمیگیری. اصلا هم تند نیست. یه پیتزای خفن. وای بدمزه است، نخور بده. بچه‌ها خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه.